جان کارت شناسایی. آها نوک ببخشید نه بعضی وقتا یادم میره ببخشید. این چیه؟ کارت شناسایی مدیر. ما هممون از اینا داریم. قدغن باید تحویل بدین. این چیه؟ کارت شناسایی. تحویل بده. اینم باید تحویل بدیم؟ بله. این کارت نیستا؟ ممنوعه. اون تایلی بره. داخل ممنوعه. داخل. میشه ببرم؟ نه داخل. این چیه؟ شماره داوطلبی گرفتم براش کنکور داره. ممنوعه آقا ممنوعه. ممنونه؟ ممنوعه. این چیه؟ من عشقشو دارم ولی علمشو ندارم. اصلا بازیه. این تقلبات چیه؟ این چیز تقلب نیست. داشتم من خارج برام نامه فرستاده. اینو آوردم اینجا دارم مطالعه میکنم. خجالت بکش. داداش گشنت انقدر تخم میخوری؟ صبر کن متوجه میشی. چه گندی میگه چیه این؟ چشام سوخت. تازه داری متوجه میشی. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. لوست داری؟ چی؟ لوست. ساعت برگه باشه. 3 و 4. چیکار داری میکنی؟ من زندگیم با شانسه. الانم تاس میزنم. اگه جفشش بیاد جایزه داره دیگه. ای بابا خودمونم بعدا میفهمیم داریم چیکار میکنیم. دقیقاً. آقا اجازه؟ بله. من برم دشوری. نه جلسه کنکور نمیتونی بری. اینو زحمتشو بس بکش. چندش گم شو. آقا باکو میدید. آقا جواب کنکور اومده خوش اومده. خب بابا چرا راهنماییش نکردی بیاد تو؟ داداش این زبون بسته رو اذیت نکنی. اینطوری نباید بگی که. باید بگی چرا بیخبر اومده. حالا باید چیکار کنیم؟ شایدم باید بریم کافی. باشید بریم کافی. سلام. خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ مرد جوان ما اومدیم جواب کنکورامونو ببینیم. خب چرا اومدی اینجا؟ پسرم قربون دستت یه نگاه بنده ببین جواب کنکور اومده یا نه. جوابا رو میدی یا جوابت کنیم؟ آقا من برم دشوری. من موندم کی به شما اجازه داده کنکور بدین؟ همونی که اجازه داده شما کافی شاپی بزنی. عزیزم اینجا کافی نت نیست، اینجا کافی شاپه. چی فکر کردی؟ فکر کردیم اسکلیم؟ آقا من جسارت نکردم. اتفاقا درست فکر کردید، ما هممون اسکلیم. خواهش میکنم مزاحم کار ما نشین. بفرمایید بریم کافی. من حداقل بستان‌آباد چی قبول میشه؟ بستان‌آباد قبول بشه من میرم. آقا یه دقیقه همه نکنین. یکی یکی بگه قبول شدیم یا نه. آقا یه دقیقه وایسید. اول برای من بگو کد ملیم 14 15 16 17. حمید شربتی؟ بله خودم. حمید شربتی آختپه؟ آره خودشه. حمید شربتی آختپه بالا چمن؟ درسته. حمید شربتی آختپه بالا چمن ممسنی؟ آره بابا خودمم. قبول نشدی. شهریمان آقا بل کن. یه لحظه وای خانم کد ملی منو میزنی؟ 17 18 19 20. شما هم قبول نشدی. این مرغتون کد ملی داره؟ بله پاسپورتم داره. چند بار با خودم تایلند رفته. 85. تبریک میگم. دانشگاه دولتی جهاد کشاورزی تهران قبول شده. بابا یه دقیقه ساکت. این خراب شده صاحب نداره. با من کاری داشتی؟ با شما که نه، ولی گفتم اگه پیش خودتون نگاه کنین ببینید من قبول شدم یا نه. کد ملیتون چنده؟ 1 تا 9. شما خیلی خوبی یا خیلی هم جذابی، ولی خب رد شدی. میگم حالا که قبول نشدم میشه من شاگرد شما بشم؟ من شاگرد نمیخوام. پس چی میخوای؟ یکی که منو بفهمه. خدا دخترها رو نمیفهمه. من از کجا بفهمم؟ ولی جون چشات من بگیرم. میخوام زن بگیرم. واقعا؟ آره. آخه میگن پسر باید سربازی رفته باشه. کدوم اسکولی این حرفو زده؟ بابام گفته. پدرش. احترام پدر واجبه مال منه.
حالا تو برو سربازی، وقتی برگشتی قول میدم زنت بشم. میری؟ حالا چیکار کنی؟ بچه‌ها من با اجازهتون میرم خدمت. هستم. منم باد میام. منم هستم. منم میام. چی بود بابا؟ آقا یادش بخیر یه روز حراست اینجا بودم همه رو چک و لقدیم کرد. داداش سر همین کارت دیگه انداختنمون بیرون. آقا راستی این طرحشون که قفسه‌های دست دوم صنعتی رو با 1/10 نو میدن واقعیه هست؟ بله هنوزم هست. یه چیز بهتون بگم پراتون برسه 2 ماه هم اقساط داره. اشمام همین الان زنگ بزنید 912 1700 1800 میتونید سفارش بدید. تحویلش یه روزه است. بابا باری کرد. بابا بچه‌نه مراقب باش. آقا سلام. سلام بر شما بینندگان عزیز. به خبر مهمی درباره خدمت نظام وظیفه علی دوست مطمئنی در میاد؟ خیالت راحت برای هر کی زدم فرداش در اومده. خدمت سربازی از 24 ماه به 14 ماه کاهش داداش اوکی؟ داداش قول میدی بعد اینکه تو زدی بذاری منم برا تو رو بزنم؟ من بهت قول میدم بذار اول من بزنم بعد تو بزن. بزن داداش. همه داداش کل درد خدمت همین صفر زدن موه. باز چی گریه میکنی؟ خودت هم بعدم میفهمی. ای بابا دستم نمیرسه چقدر بالاه کلت ببر پایین. ای که دستت نمیرسد کاری بکن. بینندگان عزیز خودت به هم خبری بعدم که می‌فهمی چی همکنون به گفتم. دست من رسید توجه بفرمایید. فرماندهی نظام وظیفه عمومی اعلام کرد دیگر برای رفتن به خدمت سربازی نیازی به تراشیدن موی سر نیست. حمید جان علامزاده به دایش میره اصلا نگران نباش. من خودم 49 ماه خدمت کردم 100 تا سیلی زدم در گوش فرمانده. اصلا نگران نباش برو انشالله سالم برمیگردی. دایی جان دیگه به من نگوی شما اصلا خدمت نرفتی سرباز فراری. اینا رو ولش کن مواظب کفتر باش بهشون آبدون بده. یه بینات چشم فدای تو بشو. برو مواظب خودت باش. برو بیسلام. شمسی توتولی خانمم عشقم من دیگه رفتنی شدم. به بابا بگو حتما دیگه من مرد تمام میام ها. انشالله. منتظر میمونی؟ آره مراقب خودت مطمئن باشم؟ مطمئن باش. خداحافظ. داداش حواست به محل باشه کسی کم و کسی نداشته باشه. منم از اونجا براتون پوکه میارم مدارش کنی حال کنی. محل رو سپردیم به این کاش ناموفق. داداش خدا قربون تو برم پدر جان که یک هفته کسری هم برای من نیاوردید. خوش اومدید بفرمایید بابا جان. قربون شما. داداش جان سرزردا برای مشتری سرقرمزا مال ما اشتباه نکنی. از فردا هم هوا خراب همه میخوام بشینم. حواسم هست. جان تو جان اسبا. ببین اصلا ناراحت نشو. میرم اون برمیگردم. اینو نگه دار اینو نگه دار. نه ولش کن ولش کن. زمین همین باعث میشه که من برم سالم برگردم. من آدم سالمم ها. خودت هم بعدم میفهمی من چی گفتم. منم جاری کن بده. بیا مامان جان کلی واسه تغذیه گذاشتم. بابا نتونست بیاد حتما بهت زنگ میزنه. کسی اذیتت کرد یا کار واجب داشتی حتما زنگ میزنی. چشم مامان. مواظب خودت باش. برو به سلام. خدا. این از فرماندم سنش بالاتر بود رفت تو. مواظب خودت باشه. اینجا برنگردی. توتوله بایسا اشکال بایسا شوشومو به خودت نبم. کجا بودی همین خانواده مات کردم من مات نکردم. اشکال صفحه نونبایی به خودم بودم بهت بله گرفتم بگیر.
کارتشونم به خودت ببر. بابا این که پایان خدمت داره دوبار نمیتونه بره که من رفتم مات. آشکال نرو. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانم و حالا میدونم قدر آشنانم و حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا هله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر